سلام دوستان عزیز. باش که من مشخصات های از این سایت من براتون بگم دقیق و بفهمید. این سایت که از 30% 31 32 الی 33% میاد و تغییرات نداره. فقط یک سایت است یک تغییر داره، یکی دیگه تغییر داره و دیگه شما براتون یاد میدم. وقتی که سایت نامد 825 میاد سایت، شما لینکش در گروه ما تماشا میتونید. لینک ما میندازم 825، شما میره داخل میاد چه قسم ثبت نام میکنین. دوستان عزیز، اول که ثبت نام میکنین روی از لینک کلیک میکنین. روی از لینک کلیک کردین داخلش میرین. داخل که رفتین این قسم صفحه بر شما باز میشه. اگه زبانتان ترجمه بشه خود به خود موبایلتون ترجمه بشه ترجمهش میکند. ببینید دوستان عزیز، اینجا ببینید دوستان عزیز ثبت نام نمیشته است. اینجا را اگه بزنید ورود نمیشته میشه. یعنی مثلا کد تون بزنید ورود. اینجا آدرس ایمیل تون میزنین. اینجا یک کد انتخاب میکنین میزنین. هر کدی که خودتون میزنین کدتون یاد باشد. اینجا رمز عبور گفته تکرار کنین. همین از بالا رو تکرار میگیم تا پایین میزنی. این کد غرض نمیگیره. این کد خود از مو رفرل که هست، از مو رفرل آمدی مشکل نداره. اینجا شماره تلگرام شما خودتون میزنین. خلاص این حسابا رو که زدین من یک دقیقه ویدیو رو استاپ میکنم، حسابای خودم میزنم. ورود که گفتم اینه ورود. وقتی که راجستر کردین میخواین که داخل این چی شین، پس داخل اکانت تون مثلا یک قسم آمد اینجا ایمیل تون میزنین یا هم کد که زده بودین کد تون میزنین. خلاص داخل سایت میشه. دوستان ببینین دوستان، ما ایمیل چیزایی رو وارد کردم و داخل سایت آمدم. ببینین فعلا 30% برای ما قلف است. اگر ما بخوایم تمام جزئیاتش ما بر شما اینجا میگم. خب جزئیات از برنامه قسم است. اینجا عضوش است. خب اینجا عضوش است. ببینین عضوش چقدر است، چقدر نفر دی نفر اشتراک کرده. اینجا تقسیم سودش است، تقسیم پیسه چقدر به مردم پیسه داده. خب این اوپن صفر است، مشکل ندارد. و اینی اوپن که است اوپن 30% رایگان میده بر ما. همین هر چقدر بالا بریم، اما هر چقدر بالا برین بر ما مفاد زیادتر، هر چقدر پول زیاد بندازین هم مفاد کنم زیادتر میشه. اینجا ببینین تا 1200 که رسید، بعد از 12 بالا بندازین 31% میشه. تا 3200 بالا بندازین 32% میشه. تا 6200 بالا بندازین 35% میشه. این تا 12000 فیصدی تا هم تو بالا میره. خب ما قدر شکار نداریم، ما فقط اول شکار داریم. اولش 30% است که مقدار شما است، از 10 ترون شروع میشه تا هر چقدر دل خودتان است میندازین. مقدار باز فیصدی تون رو بالا میره، مقدار مفاد بیشتر کسب میگین. ببین فعلا 10 از 10 گرفته تا 1200، بعد 12 که شه 31% میشه. خواهی بیرون میشیم. دیگه چیزشون رو برات یاد بدم دوستان. اینجا که صفحه اصلی است، این یک صفحه است که اومده بود. در درآمد میریم. در درآمد که رفتیم، وقتی که فعال کردیم اینجا بر ما یک مفاد میاد. در یک ویدیو دیگه هم براتون گفته بودم مفاد میتونین از اینجا بزنین دریافت کنین و بعد از 30 باز یک دریافت میاد خلاص میشه از این. فقط اینجا هر شب ساعت 8:30 بر شما بعد از امشب که فعال کردین دو مفاد گرفتین 8:30 بعد ما مفاد میده. شما که مفاد رو جمع کردین باز در اینجا میاین دوستان. در اینجا میاین. در اینجا که اومدن در سرمایه گذاری، در سرمایه گذاری که اومدن اینجا سرمایه گذاری است، کلیک میکنیم. اینجا سرمایه گذاری است. خوب یعنی چیزای یارت که برات نشون دادم اینجا هم چیزا رو میگه. و که پول بندازن خوب حالا من یادتون و که پول بندازن اینجا پولتون نشان میداد. اینجا مفاد که کردین براتون نشان میده. این دعوت جایزه دعوت، مثلا کس از لینک خود دعوت کنین جایزهش نشان میده برات. اینجا مثلا اکنون سپرده میتونید از اینجا میتونید پول داخل کنین تا اینجا بندازین. دیگه چیز خاصی نداره. و یک کار دیگه هم از براتون نشون میدم. و در تیم میایم. در تیم که آمدیم اینی لینکتون است دوستان. اینی لینک افرلتون است. این رو میتونید کپی کنین و به دوستانتون روان کنین. 15% از اینجا میده. او نفرتون دیگه نفر بیاره 3% میده. دیگه بیاره 2% میده نفر سوم. دینال میام در حساب خود. در حساب خود که آمدیم اینجا که هست دوستان عزیز چند طریق است ما براتون میگم. اینجا شارژ هست. اینجا میکنین شارژ. اول شارژ من معرفی میکنم. در داخل شارژ میریم. اینجا دوستا ببینید دو بخش داره از خود. خوب دوستا ببینید دو بخش داره. بخش اولش که حساب اصلی است، بخش دومش که حساب تبلیغاتی است. ما در حساب اصلی پول میندازیم. حساب اصلی میریم مثلا 300 ترکس میزنیم. داخل میریم مثلا 300 ترکس میزنیم. میایم در گام میایم کلیک میکنیم. کلیک کردیم
ببینید دوستان، اینی آدرس رو میگیریم، کپی میکنیم، آدرس از رویش که کلیک کنیم کپی میشه. میریم در طرف والت خود پول در حساب ازی روان میکنیم. بعد از 2 دقیقه در حساب ازی میاد، در سر ارسال کلیک میکنیم. در ارسال که کلیک کردیم موفقیت اینجا پول شما ظاهر میشه. خوب اینجا پول شما ظاهر میشه. پول شما که ظاهر شد، شما از اینجا میرین در درآمد. کجا میرین؟ درآمد. از این پول شما ظاهر شد، همون فوری میرین که دو مفاد بگیرین. در درآمد میرین. در درآمد گرفتین کلیک میکنین، اینجا براتون مفاد مفاد دیگه اومد، یعنی دریافت میدونین که میگیرین. بعد از باز یک دریافت میدونین، حسابتون سرجم شد، در دوش باز یک دسته‌ای به حساب والت خودت اون روان میکنین. خلاص یعنی مقدار بود. و باز میایم در حساب خود برداشت نشون میدیم. برداشت چه قسم است خود دوستان؟ مثلا اینی حساب برداشتش است. برداشتش چه قسم میکنین؟ برداشتش هستی. خوب این از برداشت است. سر برداشت کلیک میکنیم، اکنون تنظیمش میکنیم. اینجا مثلا یک کد میدیم، یک کد میدیم به خاطر که 6 رقمی کد باشه در وقت برداشت کردن پول خود کد ما فراموش نشه. هم کد که یاد ما هم کد میدونیم. ما مثلا به طور مثال میزنم کلیکش 7. کد ما تنظیم شد. کد ما تنظیم شد و دوستان عزیز اینجا مقدار پول ما رو نشان میده که چقدر گرفتیم از اونجا. هم مقدار اینجا می نویسیم و سر از کلیک میکنیم. سر از کلیک کردیم. ببینید دوستان اینجا از ما خواسته این چی حساب برداشت که میکنیم حساب خود وارد کنیم. سر اینجا کیف پول وارد میکنیم. اینجا میایم ببینید آدرس است. اینجا ببینید دوستان آدرس تورنتو در اینجا وارد میکنین و سر ارسال کلیک میکنین، حسابتون ثبت میشه. حسابتون که ثبت شد بیرون میشین. وقتی که این میزدین در اینجا حسابتون ظاهر میشه دوستان. در اینجا حسابتون ظاهر میشه. سر حسابتون کلیک میکنین، اول پولتون میزنین، با سر حسابتون کلیک میکنین، باز در ارسال میزنین، بازم کد که میزنین 7 که ما زده بودم 7 که زده بودم تا 6 دانه را هم کد میزنین، بردار به حساب شما موافقانه انجام میشه. واسه در ظرف 1 دقیقه به حسابتون میآید. دیگه چیز خاص نداره دیگه. شما براتون یک چیز دیگه شما براتون میگم دوستان. خوب دیگه اینجا کس میتونین همراه تیمشان صحبت کنین اگه چیز مشکل براتون پیش شد. و اینجا که از دوستان عزیز کیف پولتون نشان میداد و اینجا که از تیمتون نشان میداد دوستان عزیز. باش دارم حالتون نشان میده. اینجا تیمتون نشان میده. باش دارم اینجا تیم نشان میداد. اینجا انتقال پایه است. این کار شما نیست دیگه. اینجا میتونین رمزتون تغییر بدین. اینجا میتونین رمز برداشتتون تغییر بدین. شما دیگه کار نداشته باشین. اینمی سایت هست نقدر است. باز دیگه تمام جزئیات براتون گفتم. دیگه چیزاش کار نگیرین. دیگه چیز مشکل نداره. سلامت باشین دوستان. وقتتون خوش. خداحافظ.